مسئولین شبکه‌های برق جنوب در شهر بختر لطوکوب شدن ناظر برق را تصدیق کردند. ولی رجب علی بویکوف مهندس شبکه‌های برق جنوب ضمن نشست خبری اعتراف کرد که سرکشی همکار این شبکه باعث لطوکوب شدنش از طرف مشتریان شده است. هر یک نظارتچی برقی که در خانه میگرد حتما باید شما باید طلب کنید. این حقوق شرف هر یک شهروند است که در حقیقت آیا وای دارد اما حجت تصدیق که وای نظارتچی یا که ناظر یا کسی نباشد. برای در حقیقت خیلی وقتی که طلب میکنن و حجت هم پیشنهاد نمیکنن. در این حالت خیلی بعضی فکر می‌کنم دفعه پس بالا میشه برای خیلی بهشون جنجال رخ میده. قاسم ستارов ناظر برق در ناحیه 5 به مقامات انتظامی شکایت کرده است که 7 ینوری سال جاری سید برهان‌الدین غیاسوف ساکن جماعت شهرک ناحیه 5 با چند اعضای خانواده‌اش او را لطوکوب کرده است. اداره پلیس ناحیه 5 تفتیشات را آغاز کرده است. قاسم ستارов که جراحت سنگین برداشته بود گفت که وقتی او پرداخت برق را از خانواده سید برهان‌الدین غیاسوف طلب کرد ساکنان محل او را لطوکوب کرده اند. بعد این حادثه دو مسئول اداره برق ناحیه از وظیفه‌شان برکنار شده است. خاک ممکنه همین باشه. بعد ناحیه 5 اگه در سطح پس قرار دارد اوید جمهوری مبلغ نیرو مقامات انتظامی حادثه را شهر نمیدهند. نظر جانب دیگر معلوم نیست ولی ساکنان در شبکه‌های اجتماعی از مناسبت بد ناظران برق میگویند. این درست است. خاک کار به کاملی نمیشه. در حقیقت وقتی که ما نظارتچی را قبول کار نمیکنیم حتما آزمون میگذرونیم. وقتی که آزمون می‌ذاریم در همون آزمون غیری که سوالات تکنیکی میشه باید معاشرت بین مردم چون مردم تاجیکستان از مردم شریف تاجیکستان است. ناظران برق میگویند که ساکنان پول برق را سری وقت نمیسپارند که گاه‌ها میان آنها و ساکنان دعوا می‌شده است. قرض استفاده برق ساکنان ختلان با نظرداشت قرض سالهای پیش 111 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد.